سلام دوستان. خب همونطور که قول داده بودم قرار شد که ما چند تا برنامه آموزشی راجع به ایمیگریشن رو با همدیگه داشته باشیم تا دوستانی که تمایل دارن خب خودشون از برخی خدمات سرویس ها استفاده کنن نیازی نباشه که هزینه‌ای برای این کار پرداخت بکنن. یکی از سرویس ها خدماتی که خب ارائه میشه که خود کلاینت هم میتونه این رو انجام بده و خیلی کار پیچیده ای نیست، فقط نیاز داره که استپ ها و مراحلش رو بدونه. بحث گرفتن نوت هست. همونطور که ما قبلا هم توضیح دادیم GCMS یا نوت رو به دو دلیل شما میتونید دریافت کنید و بگیرید. یا اینکه اگر پرونده‌ای دارید که ریجکت شده و حالا بخواید دلیل ریجکتی پروندهتون رو بدونید که آفیسر دقیقاً در نوت شما چه چیزی رو نوشته که بعدها بتونید از این نوت برای اپلای بعدی استفاده بکنید. و یا اینکه کسی دیگری پرونده شما رو سابمیت کرده و میخواید بدونید دقیقاً در پرونده شما چه مدارکی گذاشته شده و چه فرم هایی گذاشته شده، چه اطلاعاتی تو پروندهتون موجوده. بسیار موضوع مهمی هست. ای حال شما زمانی که توی گوگل حالا یا توی مایکروسافت بینگ سرچ بکنید GCMS Notes IRCC براتون این رو میاره. همون اولی رو اگر انتخاب بکنید وارد یه همچین صفحه‌ای خواهید شد. گزینه اپلای آنلاین رو من میزنم، انگلیش رو انتخاب میکنم و وارد این صفحه میشم. خب فعلا که نکست، اطلاعات خاصی تا اینجا نیازی نیست. اینجا هم من تایید میکنم، کنتینیو رو میزنم و وارد این صفحه میشم. خب پس دیدید که من حتی آدرس پیج رو هم نمیدونستم به عنوان مثال، به عنوان یک کاربر، و فقط سرچ کردم و آوردم. پس دیدید که شما خودتونم به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید. خیلی خب، تو منوی اولی از شما خواسته میشه که با کدوم یکی از این ارگان ها و سازمان ها میخواید ارتباط بگیرید. خب طبیعتاً چون ما مربوط به ایمیگریشن هست، گزینه ایمیگریشن رفیوجی اند سیتیزنشیپ کانادا رو انتخاب میکنیم، اگری میکنیم. اینجا چند تا گزینه وجود داره. میگه شما کسی که دارید درخواست میدید کدوم یکی از اینا هستید. کانادین سیتیزن هستید. اگر کسی رو در کانادا دارید خب به راحتی میتونه براتون کار انجام بده. پرمننت رزیدنس کانادا هستید، کورپوریشن یا فارین نیشن هستید که از داخل یا خارج کانادا میخواید درخواست بدید. همه این گزینه ها وجود داره و از اونجایی که خب به هر حال داخل ایران کردیت کارت نیست و یا یه مقداری کردیت کارت هایی که هست محدودیت داره، اذیت میکنه، ما به عنوان پیش‌فرض و بای دیفالت فرض میکنیم که کسی که داره این درخواست رو میده برای شما، ببینید این شما نیستید، این شمایی که پروندهتون ریجکت شده یا میخواید نوت رو بگیرید نیستید. این قسمت مشخصات و اطلاعات کسی هست که داره درخواست میده. به عنوان مثال دوستی دارید در کانادا، آشنایی دارید و یا کسی هست که این کار رو براتون داره انجام میده. من به عنوان مثال کانادین سیتیزن رو انتخاب میکنم. تو قسمت سورنیم حالا من اطلاعات رو بخشش حدودی وارد میکنم. به عنوان مثال من وحید بابایی هستم. حالا استریت نامبر چیز الکی میزنیم، فرض میکنیم که استریت بی باشه. دیگه اینا که نیازی نیست من وارد نمی کنم. ما تو شهر تورنتو و پروینس آنتاریو هستیم. میگم به خاطر به حال محدودیت ها ترجیح میدیم که اگه خودتون میخواد برای خودتون این اطلاعات رو بگیرید به یه نفر که داخل کانادا هست بدید این کار رو واسهتون انجام بده. و در نهایت کشورم که حالا کانادا، پستال کد رو هم من یه چیز همینجوری الکی انتخاب میکنم و ببخشید و تلفن نامبر. فقط قسمت تلفنی که میدید یادتون باشه حتما از دش استفاده بکنید وگرنه قبول نمیکنه فرمت شما رو. تلفن هم خب الکی و همچنین یه ایمیل، مثلا وحید 1234 @gmail.com. این هم که دوباره باز باید اینجا مجدد واردش بکنید و میگه که برای خودتون میخواید میزنید یس و در نهایت این از طرف خودتون دارید تقاضا رو میدید. میگه خب کدومی که از اینا هستید. یا مثلا من برای خودم، برای کلاینتام که میخوام درخواست بدم گزینه بیزینس رو انتخاب میکنم. شما میتونید اصلا دکلاین کنید آیدنتیفیکیشن خودتون رو و مهم نباشه که چه کسی هستید دارید تقاضا میدید. ایمیل، بله گزینه ایمیل رو انتخاب میکنیم. ما نمیخوایم برامون CD چیزی پست بشه. Access to Information Act رو انتخاب میکنیم
میگه باز با کدوم سازمان؟ Immigration Citizenship Records و میایم اینجا. حالا اینجا باید مشخصات خودتون رو وارد کنید، یعنی مشخصات فردی که حالا ریجکت شده یا اطلاعاتش رو حالا خودتون هستید، مثلا پروندهتون ریجکت شده میخواید اطلاعات در مورد خودتون بگیرید. خب باز هم من دوباره همینجوری حالا یه اسم الکی دارم میزنم، مثلا سعید بابایی، تاریخ تولد هم 1/1980. این قسمت در واقع UCI نامبر شما رو میخواد، Unique Client Identifier. UCI نامبر شما همون عدد 11 رقمی است که با 11 شروع میشه، حالا 1 2 3 4 1 2 3 4 میتونید بزنید میتونید نزنید، ببینید چون آپشناله. دوست داشتید اگر داشتید UCI نامبرتون رو وارد میکنید، نداشتید هم وارد نمیکنید. این قسمت مهمه، میگه حالا شما راجع به کدوم بخش میخواید اطلاعات کسب کنید و این چیزی که دارید مربوط به کدوم قسمته. خب یا temporary residence هستید یا مربوط به temporary، یعنی application temporary residence بوده، مربوط به visitor ویزای شما، مربوط به study permit شما، مربوط به work permit شما بوده، یا در مورد permanent residence مثلا اینکه از اپلیکیشن های permanent residence شما ریجکت شده یا میخواد ببینید در چه مرحله یا چه داکیومنت هایی هست، همونه که قبلا بهتون گفتم، فامیلی کلاس داریم، مدیکال و سایر موارد. حتی اگر میخواید ببینید پی آر کاردتون در چه وضعیتی قرار داره یا ترافل داکیومنتتون، هر چیزی رو که بخواید میتونید از روی این گزینه انتخاب کنید. ما فرض میکنیم یه نفر ویزای تحصیلیش مثلا ریجکت شده، پس تمپورال رزیدنس انتخاب میکنه. بعد این گزینه‌ها خیلی مهم هستن. همونجوری که دارید میبینید ما 2 تا سکشن و 2 تا گزینه انتخاب داریم. Status Update of File، اینو که انتخاب بکنید ببینید زده Officers Electronic Notes. پس به 3 دلیل ما این انتخاب میکنیم. اولی که میخوام ببینیم پرونده ما در چه مرحله قرار داره، یا Reasons for Refusal، دلیل ریجکتی ما چی بوده، و یا Officer Note دقیقاً چی گفته. پس این رو انتخاب میکنیم. تو گزینه دوم که ما اصطلاحش رو میگیم Physical Notes، یعنی تمام ببینید application supporting documents and correspondences sent to the IRCC، یعنی هر چیزی که کارسپاندنسی که ارسال شده، داکیومنتی بوده، اپلیکیشن، هر چی هست که در پروفایل شما ارسال شده تو این گزینه هست. میخواید تمام مدارکتون رو داشته باشید که از طرف شما چه چیزهایی ارسال شده. این بخش به درد افرادی میخوره که خب پروندهشون خودشون سابمیت نکردن، یه شرکت دیگه به جاشون انجام داده و طبیعتاً این گزینه رو انتخاب میکنم. ما به عنوان پیش‌فرض این رو انتخاب میکنیم، میایم قسمت فایل نامبر، میگه خب حالا فایل نامبرتون رو بدید. ما فرض کردیم که استودنت، فایل نامبر 9 تا شماره است، حتما باید فایل نامبر داشته باشید چون نگاه میکنید it's mandatory، ببینید ستاره داره. بدون فایل نامبر، بدون UCI نامبر شما میتونید کار انجام بدید، ولی بدون فایل نامبر نمیتونید. پس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 چون 9 شماره هست من اینو انتخاب میکنم. نوتی خواستید مینویسید، نخواستید هم نمینویسید که ما اغلب چیزی رو انتخاب نمیکنیم. اما این بخش خیلی مهمه. به این قسمت که برسید شما باید فایلی رو به اصطلاح آپلودش بکنید. یک فرم هست که اون فرم حتما باید توسط شما پر و امضا بشه اگر کسی دیگه ای میخواد به جای شما نوت رو دریافت بکنه. پس اگر شرکتی و یا سازمانی یا کسی میخواد به جای شما نوتتون رو بگیره، این بخش رو باید حتما پر بکنید. ما یک فرمی هست، اون فرم باید پر بشه، تبدیل به PDF بشه یا حالا قسمت داکیکس مایکروسافت ورد، فرق نمیکنه، شما اون فرم رو باید داشته باشید. من چون از طرف شرکت خودم خب این کار رو انجام میدم، برای کلاینت های خودم یه فرم رو میفرستم، اونها فرم رو امضا میکنن، پرینت میگیرن، امضا میکنن، برای من پس میفرستم، اون فرم رو اینجا آپلودش میکنم و حتما رفیوزال لتر رو هم توی همینجا انتخاب میکنم و آپلود میکنم. شما اگر خودتون دارید کار انجام میدید دیگه نیاز به فرم اولیه نیست، اما رفیوزال لترتون رو توصیه میکنیم که همینجا آپلود بکنید و براشون بفرستید. توضیحات کامل اینجا داده شده که حالا چه سایزی باشه، چه فرمتی باشه، به چه شکلی باید باشه. فقط دقت کنید که ماکسیمم سایزش برای هر کدوم 2 مگابایت، یعنی بیشتر از 2 مگابایت نباید باشه. و در نهایت کنتینیو، مجدد اینجا همه چیز رو میتونید چک بکنید، مالیفای بکنید و بعد از اینکه همه اینها چک شد ام نات ربات رو انتخاب میکنید. بابا باز این اومد استیرز رو انتخاب میکنیم و
وریفای میکنیم، تایید میکنید که اطلاعاتی که دارید تروه و کنتینیو و میرسید به گزینه پیمنت. برای هر یک دونه فایل، هر ریلیتد ریکوست $5 کانادین دلار باید پرداخت بکنید که من پرایس بزنم دیگه وارد پیمنت میشم که از این به بعد دیگه ما کاری نداریم. پس تا اینجا پرسه آموزش رو داریم. بعد شما اگر پرونده‌ای که دست خودتون نبوده یه نفر دیگه براتون سابمیت کرده و اون ریجکت شده، ترجیح میدم هر دوتا فایل رو بگیرید، یعنی هر دوتا اپلیکیشن رو برید جلو. همونطور که دیدید تو یک گزینه اینا با هم دیگه اختلاف داشتن. یه جا که گزینه اول تمام اون نوت آفیسر بود انتخاب بگیرید، یه بار با نوت آفیسر برید $5 رو انتخاب بکنید پرداخت بکنید، دوباره باز مجدد همه چی از اول. به اون سکشن که میرسید گزینه دوم رو انتخاب بکنید که تمام داکیومنت هایی که سند شده اون رو انتخاب میکنید و در نهایت $5 more پرداخت میکنید. جمع با $10 میتونید نوت کاملتون رو شما داشته باشید و ببینید که هم آفیسر توی پروندهتون چی گفته و هم چه مدارکی توسط شرکتی که برای شما اقدام کرده تو پروندهتون موجوده و تمام فرم ها. خب شرکت ما قبل از سابمیت هر پرونده‌ای تمام فرم ها و مدارک در اختیار کلاینت قرار میده. یعنی عملاً دوستانی که با شرکت ما کار کردن و حتی ریجکت ما که همه نوت ها رو فور فری، اگه کسی کلاینت ریجکت شده باشه هیچ هزینه دریافت نمی‌کنیم و همه نوت ها رو برای کلاینت خودمون دریافت می‌کنیم و می‌گیریم. ولی اگه حال کسی ارزم بزرگتون که خواست این کار رو خودش هم انجام بده، میدونه که نیازی نداره قسمت دوم رو بگیره، چون ما تمام فایل ها رو در اختیار خود کلاینت قرار دادیم و کلاینت همه رو قبلا دیده و اگه نوت بگیره دوباره همون رو براش میاد. به هر حال این پروسه‌ای هست که برای گرفتن نوت شما میتونید داشته باشید. این امیدوارم که آموزش براتون مفید واقع شده باشه و بتونید استفاده کنید و هزینه زیادی خیلی متأسفانه برخی دیدم برخی شرکت‌ها هزینه گزافی میگیرن بابت این کار. نیازی نیست این کارو بکنید. دوستی آشنایی چیز داشته باشید به راحتی میتونید این کارو براتون انجام بده و با $10 هر دو تا نوت رو هم براتون بگیره. براتون آرزوی موفقیت دارم. پایین پیروز باشید.